مسجد به نرفتن یعنی این چیز یعنی این رسول صلی الله علیه و دیروز حدیث هم گرفتیم حدیث صحیح هم اومده که حدیث بخاری اومده که رسول صلی الله علیه و چی میگه یعنی من خواستم که خونه این های چیکار کنم یعنی سوزم همونایی که یعنی مسجد به اذان گفته شده قامت گفته شده جماعت که تمام چی میکرد این خونهشان میخوند من خونم خیلی آدمای چی کردن یعنی خواستم سوختم میگه به این کارش برای همین کار یعنی چی گفتیم که یعنی نماز جماعت ترک میکرده ابن مسعود میگه که یعنی قصدن تعمد کرده ترک کرده منافقی که بیان نفاقش بیان بود یعنی این آدم فهمیدید برای همین نماز ترک کرده جماعت نمیشه الا اگر اینا همینجا باشن که مسجد هم اطرافشون نباشد یعنی مسجد گفتیم چی از آن نمیشتن یعنی مسجد یعنی 5 کیلومتر 6 کیلومتر دورنده مثلا اینا برای وای مسجد برفتن 1 ساعت 2 ساعت وقت در کار اینا ها مسجد همین حالتنده اینا میتونن چیکار کنن یعنی خواننده جماعت شده خوانند میشن فهمیدید پیش از این باید که اگر گوید که مسجد اینا به نزدیک باشد باید که مسجد بروند یعنی این کار مثلا چیز عذر نمیشد یعنی میگوید که من میگوید یعنی کار بون وقتش خود وقتی کنه وقت نماز این حقوق الله تعالی یعنی نمیشد که انسان دنیا گفته تمام حقوق رب العالمین پایمال کند اگر کار تو رخصت نمیداده باشد کار ترک کن کار دنیا یافت میشد اما آخرت این چیز مثلا انسان پیش میشد همین نه اگر تو مثلا وقت جماعت مسجد نزدت نباش تو یعنی همین سردارت مدیرت همین یعنی سردار کار تو رخصت نتیاد خلاص کار ترک کن دیگه کار پیشم لیکن اگر مسجد حقیقی دور باشد یعنی برای مسجد رفتن تو یعنی ساعت ها در کار یعنی دور باز یعنی مسجد همین یعنی تو یک جندایی که مسجد نیست هم طرفنده و یعنی نام این حالتنده یعنی اگر جماعت شوند خواننده 5-6 نفر 10 نفر شوند اذان میگویند قامت میگویند این مثل خیلی که مسجد به میخوانند هم خیلی نماز میخوانند قامت هم میگن اذان هم میگن